این بدتره یا سیلی زدن. دردناکترین جمله در اون خطبه این است که این با اون در پهلو زدن و اینا قابل قیاس نیست. فرمود اتقولو اهل ملتین. چجور اتقولو اهل ملتین اعتبارسا مگر اینکه منم مسلمان ندارم. بله این درست که کافر از مسلمان ارث برن. من مسلمان نمیتونم. این بدتره یا در بپهل شدن. این بدتره یا سیلی زدن. مگر در اسلام من شک کنید من مسلمان ندارید. اتقولوا اهل ملتین لا یتوارثان.